برای اجرای خطوط ثانویه بعد از اینکه شما خطوط اولیه‌تون رو اجرا کردین و تکرارش رو انجام دادید، حالا باید بیایید از انتهای استروک شروع کنید و به آرومی یک مقدار فاصله بدید از خطوط اولیه و استروک ثانویه‌تون رو اجرا کنید. اگر بری پست‌های قبلی رو ببینی کامل بهت آموزش دادم که یه استروک رو چطور کاملا صحیح کاشتش کنی و اینجا فشار دستمون خیلی کمه، سرعت دستمون هم خیلی پایینه برای اینکه بتونیم پیگمنت ها رو کنار هم منسجم کاشت کنیم و استروکمون شارپ و یک دست باشه. ببینید به همین صورت که توی ویدیو دارید میبینید استروک رو میارم و همراستای استروک اولیه کاشت میکنم به همین صورت و انتهاش هم که پرتاب میکنم برای اینکه خطوط ظریف‌تر بشه. قبل تر از اون استروک ثانویه که انداختم میبینم که یه فضای خالی دارم، مجدد یک استروک دیگه که دیگه وصل استروک بعدیم نمیشه و کاملا آزاد و رهاست. به همین شکل این استروک رو کاشت میکنم. اگه میخوای بدونی لابلای استروکات رو باید کار کانتور انجام بدی یا کار شید، کلمه ابرو رو کامنت کن تا کامل توی دایرکت بهت توضیح بدم.